بچه‌ها توی این ویدیو شورت ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری وقتی اصلا جونتون کم و دارین فرار میکنین برین داخل یه خونه ولی دیدین بعضی وقتا زامبی‌ها در خونه‌تون رو میشکونن و میان تو. حالا من میخوام آموزش بدم، چند تا راه بدم که شما نیان داخل. بزن بریم سراغ ویدیو. فقط لایک و سابسکرایبتون نره. اگر از این ویدیو هم خوشتون اومد حتما برای دوستاتون بفرستین. زنگوله هم بزنین که هر وقت ویدیوی جدید گذاشتیم خبردار بشین. بریم سراغ ویدیو. خب بچه من الان مثلا یه جغل جا درست میکنم. شما مثلا خونه خودتونه. خب مثلا یه فکر کنین یه زامبی میاد در خونه‌تون رو میشکونه، میخواد وارد بشه. باشه من یه جغله فقط میخوام به شما بگم. اینجا من میخوام حالا مثلا اینجوری بکنم. حج و کله شد. آره مثلا اینجوری. حالا این برم اینجوری. مثلا امکان داره یه زامبی بیاد در خونه شما رو بیشکونه، بیاد خونه شما و شما رو بکشه. شما میتونید بذارید الان بهتون میگم. مثلا شما دارید میرین داخل مثلا حالا فکر کنین این زامبی شما میرین داخل، زامبی میاد داخل جون شما هم میزن شما رو میکشه. حالا میدونی شما چیکار بکنید؟ بچه الان من اینو اینجوری بکن. بچه من اونو اینجوری کردم که اینجا چیت بیاد. من میتونم هوا رو برای شما شب بکنم. خب بچه ما برای راه اول نیاز به یه دونه ترپتور و باکت ها لاوا داریم. شما میایین در مثلا اینجوری حالا مثلا 2 تا هر چقدری که دوست دارید میذاریم.